روی این میز قهرمان تاجیکستان ادیب و عالم بنیادگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی سالهای اخیر زندگیش مشغول ایجادیات بود. پس از 43مین سالگرد تأسیسیابی آثارخانه او در شهر دوشنبه آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شده است. فعلا ما در صحن حولی خانه موزه استاد صدرالدین عینی قرار داریم و احتمال دارد در آینده نزدیک این بنا تخریب شود و شایعات وجود دارد که نسخه این بنای خانه موزه در باغ استاد عینی در شمال شهر دوشنبه ساخته شود. بنا به سندی که در اختیار رادیو آزادی است، امیرخان قربانزاده معاون اول شهردار دوشنبه در یک نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خواسته است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصر شهر دوشنبه در مساحت 0.20 هکتار قطعه زمین جایگیر بوده ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در جواب فرهاد رحیمی نوشته است اکادمی ملی علم‌ها موافق مقصد می‌داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره‌های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانیده شود. میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی ترسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمیدانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه باباجان غفور و میرزا ترسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چینگیز ایتماتوف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرقیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟ با اطلاع رسمی خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی عینی در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت آن وقته تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. اونجا زیستن، حتی جنازه‌شون از آنجا برآمد برای خاطر آنکه یک حادثه یک چیز تاریخی است. اون اگر ما برداریم یعنی حافظه مردم در همین مورد استاد عینی چیکار کنیم، خط زدگی میشویم. حتی استاد عینی از افتش معلوم شد که خودشون برای عینی پیشنهاد کرده بودن که یک خانه خوب و حتی انستیتوت شهرشناسی کجا بوده است، اما خودشون گفتن که من همین یک جای اندک ویرانه را برای من آباد کنید، من اینجا زندگی میکنم. به خاطر این من میگم که این در تاریخ جهان هم خیلی هست که این جاها را باید که حتی یک سنگشه آدم باید نجنبانه. در پی اجرای نقشه به اصطلاح گن پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بنای تاریخی و فرهنگی از بین برده شدند. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. خودش آثارخانه ها تاریخ زنده هر یک ملت هستند و طبیعی است که ما آثارخانه های زیادی نداریم در تاجیکستان. 4-5 تا آثارخانه داریم که بعد اونا مثل گوهرک چشم نگه داریم، حفظ کنیم و با از یک جا کنده جای دیگر بردن و اعتبارش گم میکنه. یعنی تاریخ تحریف میشه، تاریخ ما میشکنیم، تاریخ را پاره میکنیم. در همون جای بودگیش باکی ندارد، بگذار در اطراف وی بناهای بلند آشیانه ساختن، باکی ندارد، ساختن گیرن، اونا حفظ کنن. در همون حالتی که هست در حالت امروزش باید آثارخانه استاد عینی حفظ شود، چون که وی تاریخ زنده ما است. تحلیلگران چنین روند بازسازی‌های شهر را ادامه روند تخریب ارزش‌های فرهنگی و ملی تاجیکان می‌دانند. برای این باید که همون مقامات یک احساس فرهنگ داشته باید باشند، احساس پاتریوتیسم داشته باشند، یک فهمیشی اون که تاریخ
چی هست و تاریخ نگاه داشتن ضرور است. این باید داشته باشه که اون مسئولینی که این کار کرده هستند، اونهایی که سری قدرت بودند، اونها از این چیز، از فرهنگ و از اینا فرسخ دور هستند. قبلا نیز برخی از کارشناسان گفته بودند که محو آثار تاریخی با هیچ درآمد هنگفت نیز جبران کرده نمی شود.